چرا اکثر وقتا دعای درخواستمون رد میشه؟ چرا خدا صدای منو نمیشنوه؟ مگه من چی کار کردم؟ مشکلمون کجاست که دعامون برآورده نمیشه؟ ناپلئون هیل، نویسنده کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید که طی 25 سال تحقیق و با کمک اندرو کارنگی به اطلاعاتی دست یافت که تونست تمام آرزوهاش رو تجربه کنه. در ادامه با جمله‌هایی از او آشنا میشیم که راه درست دعا کردن رو بهمون یاد میده. خواستم با آوردن کامل این جملات شما رو با طرز بیان استاد موفقیت یعنی ناپلئون هیل آشنا کنم. در ضمن آخر ویدیو هم خلاصه نکات رو گذاشتم، حتما یادداشتش کن. جمله اول: اگر دعاهای خود رو به شکل سپاسگزاری و تشکر برای نعمت‌هایی که داری بیان کنی، به جای اینکه فقط درخواست چیزهایی که نداری داشته باشی، نتایج خیلی سریعتر ظاهر میشن. این مفهوم یعنی اینکه ما برای اینکه خواستمون یا دعا رو دریافت کنیم، باید از روش سپاسگزاری استفاده کنیم. طوری براش سپاسگزاری کنیم و به زبان بیاریم که الان داریمش، راحت‌تر اون رو به دست میاریم. همونجور که ما برای داشتن چیزهای الانمون سپاسگزاری میکنیم، برای اونهایی که میخوایم یا براش دعا میکنیم هم شکرگزار باشیم. شاید ساده باشه، ولی مطمئن باش انجامش شگفت زدت میکنه. جمله دوم: وقتی کسی دعا میکنه، اگر معنای واقعی دعا رو بفهمه و با ذهنی پاک از هر ترس و شک دعا کنه، با این کار ارتعاشات افکارش رو فعال میکنه و میتونه بهش برسه. جمله عمیقی هست، اما مفهوم کلیش این هست که ما برای دریافت ایمان داشته باشیم. ایمان بدون شک و ترس، ایمان 100%. جمله بعدی مهمترین جمله هیل هست از نظر من. ما هممون مشکلمون تو این مطلب هست. با دقت گوشش بده، اما قبلش لطفاً ویدیو رو لایک کنید. جمله سوم: دعاهایی که با ترس یا شک گفته میشن همیشه فقط نتایج منفی تولید میکنن. زمانی هست که انگار صدامون به خدا نمیرسه یا دعامون اصلا نمیگیره. این مهمترین موردشه، یعنی ایمان نداشتن و اینکه همیشه با شک و تردید دعا میکنیم. هممون تجربه کردیم و شاید مشکل من هم همین باشه. خلاصه کامل همه این نکات رو آخر ویدیو هم گذاشتم. جمله چهارم: ایمان عنصر اصلی است، مثل یک ماده شیمیایی که وقتی با دعا ترکیب می شود، این امکان ارتباط مستقیم با هوش نامحدود را فراهم می کند. پس درک می کنیم که ما دعا کردن همراه با ایمان باعث میشه اون رشته اتصال ما به هوش نامحدود یا خداوند وصل شود. این مطلب مهم بودن ایمان رو میرسونه. ایمان به این که همه چیز شدنی هست تا زمانی که ما بخوایم و شما به خدا یا هوش نامحدود اعتماد و ایمان دارید که دریافتش میکنید. جمله پنجم: اگر برای چیزی دعا میکنی اما همراه با ترس دعا میکنی که شاید دریافت نکنی یا دعا توسط هوش نامحدود تأثیر نداشته باشد، دعا بی نتیجه خواهد بود. اگر شما ترس از دریافت داشته باشید، دعا بی نتیجه خواهد بود، یا اینکه خدا یا هوش نامحدود به قول خودمون نمیشنوه یا تأثیر نداره این دعا. اینها باعث میشن دعا بی ثمر بشه. جمله ششم: قدرتی که افکار یا خواسته های یک فرد را به واقعیت تبدیل می کند از هوش نامحدودی سرچشمه می گیرد که درباره برنامه ها بیشتر از خود شخص دعا کننده می داند. این جمله ناپلئون هیل جمله خیلی عالی است و ما را به این می رسونه که خداوند تمام این قدرت را به ما داده و می تواند ما را به تمام خواسته هامون برسونه. جمله هفتم: تفاوت بین آرزو کردن برای چیزی و آماده بودن برای دریافت آن وجود دارد. هیچ کس آماده نیست تا زمانی که باور داشته باشد میتواند آن را به دست آورد. در این جمله هیل به دریافت کردن اشاره می کند که یک حالت هست و بعد از دعا کردن باید داشته باشیم. یکی از چیزهایی که ما را به این مرحله میرسونه باور به این که میتوانیم این خواسته یا دعا را به دست آوریم تا بتونیم برای دریافتش آماده بشیم.
جمله آخر: دعا بر اساس ایمان همیشه مؤثر است. تنها چیزی که خیلی مهمه و چند بار تکرار شد این بود که ما باید ایمان قوی داشته باشیم. ایمان بدون شک و ترس. ایمانی که میتونه کوه‌ها رو جابجا کنه. طبق گفته‌های هیل مشکل اصلی ایمان است و بقیه موارد فرعی هستند ولی بی اثر نیستند. در ادامه خلاصه تمام نکات رو گفتم که راحت در یادش بگیرید. 1. شکرگزاری قبل از دریافت. 2. پاک بودن از شک و ترس. 3. ایمان 100%. 4. دعا با آرامش و اطمینان. 5. اعتماد به خدا یا هوش نامحدود. 6. آماده بودن برای دریافت. حالا نوبت توه. به نظرت سخت ترین بخش دعا کدومه؟ لطفاً کامنت ها برام بنویس.